در واقع صحبت ما داخل این ویدیو روی زمانهای نیاتاریخ و پیشا تاریخه، یعنی چیزی بیش از 10-11 هزار سال پیش. و روی صحبتمون در مورد تمدن مهرگر، تمدن شهر سوخته، تمدن ایلام و این جور تمدن ها نیست، بلکه خیلی خیلی قبل‌تر از اون رو بخوایم صحبت کنیم. در واقع اطلاعات زیادی از این دوران وجود نداره، ولی خب همین اطلاعات اندکی که هست تا حد زیادی میتونه مفید واقع بشه و ذهنیت ما رو بیشتر روشن بکنه. طبق مواردی که مشخص شده عملاً میشه نژاد انسان رو به حدود 100 هزار سال قبل نسبت داد. یعنی میشه گفت که انسان نئاندرتال، یعنی انسان اولیه، حدود 100 هزار سال قبل پدیدار شده و بعد از اون هم نژاد هوموساپین که انسان خردمند و هوشمنده حدود 50 هزار سال پیش، یعنی 50 هزار سال بعد از انسان نئاندرتال، روی زمین به وجود اومده. و انسان کنونی که الان وجود داره امتداد نسل نژاد هوموساپین هست. اما 100 هزار سال پیش که انسان نئاندرتال در روی زمین زندگی میکرده، طبیعتاً تعداد زیادی نداشتن این گونه و بعدها زمانی که انسان نژاد هوموساپین مستقر میشه، باز هم جمعیت زیادی در روی کره زمین وجود نداشته از این نژاد. در رابطه با نژادهایی که در منطقه بلوچستان ساکن بودن، ما میتونیم بگیم که پیشینه انسان‌ها در این منطقه برمیگرده به چیزی حدود 100 هزار سال پیش، یعنی زمانی که انسان نئاندرتال در این منطقه زندگی میکرده. در واقع استناد ما هم برمیگرده به تحقیقاتی که دانشگاه مینسوتا در سال 1966 میلادی پیرامون منطقه بلوچستان به سرپرستی گری هیوم انجام داد که طی این تحقیقات مشخص شد که مواردی که در روستای لادیز بلوچستان که در نزدیکی شهر زاهدان قرار گرفته کشف شدن برمیگردن به چیزی حدود 100 هزار سال پیش و نمونه این منابع هم در کشورهای پاکستان و آفریقای شرقی هم جمع آوری شده. از اونجایی که این موارد اولین بار در منطقه لادیز بلوچستان کشف شدن، در ادبیات باستان شناسی به اینجور مواد و ابزار لادیزین میگن. یعنی از اونجایی که اولین بار این ابزارها داخل روستای لادیز بلوچستان کشف شدن، نهایتاً در باستان شناسی به لادیزین معروف شدن. با توجه به این صحبت‌ها، رویه بدیعی از مورخین و باستان شناسان عصر حاضر اینطور میگه که قدیمی‌ترین آثار به دست آمده از زندگی انسان‌ها در ایران متعلق به 100 هزار سال پیش قبل از میلاد و در منطقه بلوچستانه که مردم این دوره غارنشین و طبیعتاً معیشت اونها شکار حیوانات بوده. همچنین اون در مورد تایید صحبت‌هاش استناد میکنه به اشیاء قدیمی که و بدنه غارهای کشف شده در نواحی مختلف کشور پیدا شدن. همچنین دانشمندان معتقدند که برای پیدا کردن غارها یا پناهگاه‌هایی ما برای پیدا کردن غارهایی که انسان پالئولیتیک در اونها زندگی می‌کرده باید مثلث شیراز مشهد زاهدان رو جستجو بکنیم، خصوصا در ناحیه بم و کوه آتشفشان تفتان در منطقه بلوچستان. کاظم ودیعی هم این نکته رو متذکر میشه که مردمی که در کنار دریاچه هامون سیستان زندگی میکنن جماعتی از بلوچ‌ها هستند که به صید ماهی اشتغال دارن. اون اعتقاد داره که این مردم دارای زبان و گویش خاصی هستند و قدشون بلنده و سایر ویژگی‌هاشون هم شبیه به مردم پالئولیتیک و اینوهاست و شباهت زیادی به بومیان استرالیا دارن که همگی از اجداد اولیه نژاد سفید به شمار میرن. از جمله موارد و تحقیقاتی که بیان شد، نهایتا ما به این نتیجه میرسیم که سابقه تمدن و زندگی انسان در منطقه بلوچستان برمیگرده به چیزی حدود 100 هزار سال پیش. همچنین ظروف سفالی که در منطقه بنپور بلوچستان پیدا شدن از نظر تاریخی متعلق به دوره حجر اولیه به شمار میان. و در کل نظریه دیگه‌ای که در مورد تمدن‌های ماقبل تاریخ وجود داره
اینه که در این تمدن‌ها برتری مشخصی جنس زن نسبت به مرد داشته، چرا که در دوره‌های ما قبل تاریخ زن وظیفه تربیت بچه رو بر عهده داشته، کشاورزی تا حدود زیادی به عهده زنان بوده و همچنین ساختن سفال و سایر موارد هم به عهده جنس زن بوده، در حالی که مرد پیشرفت زیادی نداشته در این دوره و این موارد باعث شده که نظریه مطرح بشه مبنی بر این که جنس زن در این دوره برتری مشخصی نسبت به جنس مرد داشته و این جوامع رو جوامع زن سالار توصیف میکنن، طوری که حتی اینطور بیان شده که این برتری زن بر مرد بعدها در فرهنگ آریایی هایی که به این منطقه فلات ایران مهاجرت کردن هم وارد شده و ما خودمون اصلا در منطقه بلوچستان احترام زیادی برای زنان قائلیم، تا جایی که در بسیاری از مناطق بلوچستان خونبهای زن 2 برابر خونبهای مرد حساب میشه و طبق شرع کهن بلوچ همچین چیزهایی رو ما میتونیم داخل بعضی مناطق ببینیم. علاوه بر منطقه بلوچستان بسیاری از مناطق دیگه هم داخل جهان خصوصا در آفریقا هنوز هم وجود دارن که این قوانین خاص درشون حاکمه و برتری خاصی جنس زن بر جنس مرد داره. این برتری میتونه نشون دهنده تمدن کهن و ماقبل تاریخ این مناطق باشه. اما اگه از 100,000 سال پیش دل بکنیم و بیایم به چیزی حدود 5,000 سال قبل از میلاد میرسیم به زمانهایی که روستاهای اولیه شروع به تشکیل شدن میکنن و در همین روزگاره که انسان موفق میشه از خاک رز خشتهایی رو ایجاد بکنه و شروع به ساختن خونه و ساختمان ها بکنه. در این رابطه مؤلف کتاب تاریخ پیشرفت علمی و فرهنگی بشر می نویسه که شاید این استنباط درست باشه که بلوچستان فن قالب زنی آجر رو چندی پیش از ابتدای پادشاهی سومر فرا گرفته و ما میتونیم طبق نظر این مؤلف این کتاب این احتمال رو بدیم که اول همه بلوچ ها بودن که فن ساخت آجر و قالب زنی رو یاد گرفتن و بعدها سومریان این فن رو از اونها به ارث بردن. همچنین سفال هایی هم که داخل منطقه بلوچستان و دشت قزوین پیدا شده همه گی به این دوره برمیگردن و کوره های ذوب فلز هم در مناطق بلوچستان و قزوین پیدا شدن که قدمتی حدود 5,000 سال قبل از میلاد دارن. در رابطه با عنصر مس و معادن موجود در بلوچستان استاد امیر توکل در کتاب بلوچستان و علل خرابی اون می‌نویسه که عنصر مس که ابتدا در ناحیه بین النهرین ازش استفاده شده به واسطه معادن موجود در بلوچستان بوده. اون در جواب چرایی موضوع میگه که اگه در سرتاسر بین النهرین دقت بشه ناحیه‌ای پیدا نمیشه که معدن مس در اون باشه. همچنین اون میگه که ما پیدایش عنصر مس و استفاده از اون رو مربوط به تمدن بین النهرین میدونیم. پس با توجه به این که در سرتاسر بلوچستان معادن تعطیل شده خیلی قدیمی مس رو میتونیم پیدا بکنیم، میتونیم این موضوع رو اثبات کنیم که مس از ناحیه بلوچستان و منطقه بلوچستان استخراج میشده و به این تمدن منتقل میشده، چرا که خصوصا بلوچستان از راه دریایی هم میتونسته با سایر نقاط جهان ارتباط برقرار کنه. حتی همین الان هم در منطقه بلوچستان، قسمت‌هایی از افغانستان و این منطقه در کل ما معادن زیادی رو مشاهده میکنیم که میتونه تایید محکمی بر این نظریه باشه. همچنین گفته میشه که حدود 3000 سال قبل از میلاد خط در بین مردم بین النهرین به وجود اومده، اما با توجه به نظر مورخان و تاریخ شناسان میشه اینطور استنباط کرد که مردم بین النهرین با توجه به تصاویر و نقوش روی سفالهای داخل ایران به خصوص مردم بلوچستان که به اون منطقه منتقل شده
اختراع خط رو الهام گرفتن و به وسیله دستاوردهای تمدن‌های قبل اون داخل بلوچستان و سایر نقاط فلات ایران بوده که مردم بین النهرین به فکر اختراع خط افتادن. در عهد مفرق ایران که به حدود 2000 سال قبل از میلاد برمیگرده و همزمان با نخستین دوره پادشاهی سومر میشه، داخل ناحیه مهی در بلوچستان جنوبی ظروف سنگی مزینی پیدا شده که ثابت میکنه که میان پادشاهی سومر و تمدن بلوچستان در اون موقع تجارتی برقرار بوده و منطقه بلوچستان حکم لنگرگاه تجاری رو داشته در اون موقع. ویلدورانت می نویسه که دکتر فرانکفورت در ویرانه‌های یه دهکده بابلی ایلامی در طلسمار کنونی که نزدیک بغداد میشه مهره‌های سفالی رو از زیر خاک در آورده که اعتقاد داره این مهره‌ها متعلق به تمدن حیرت‌آور سومر هستن. همچنین اون میگه که دکتر هال معتقده که سومری‌ها فرهنگشون رو از هند گرفتن ولی خود تمدن هندی‌ها و سومری‌ها رو وام گرفته از تمدن و فرهنگ بلوچستان میدونه. اگه بخوایم یه جمع‌بندی در رابطه با اجتماعات نخستین بلوچستان داشته باشیم، معلوم شده که ایران از جمله بلوچستان رهگذر و محل سکونت نژادها و ملت‌های مختلفی بوده و همچنین قبل از ورود و استقرار آریایی‌ها در منطقه بلوچستان نژادهای بومی هم در این منطقه زندگی می‌کردند. در رابطه با تاریخ و تمدن بلوچستان و ایران و اینکه اصلا رسالت ما در توضیح این تاریخ چیه، بعضی‌ها ممکنه ما رو متهم به نژادپرستی بکنن، اما ما اینجا در دفاع از خودمون میتونیم بگیم که هدف ما نژادپرستی نیست، بلکه احیای غرور و اعتماد به نفس ملیه که بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌ها قصد دارن این غرور و اعتماد به نفس رو به فراموشی بسپارن. تقاضای ما از شما اینه که نظراتتون رو داخل کامنت ها برای ما اعلام کنید و همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید.